سلام دوستان عزیز، بنده منصور افرا هستم، مدرس لهجه خلیجی به صورت حضوری در شهر بستک و آنلاین در اسکای روم و گوگل میت تدریس داریم. در خدمت شما هستم با آموزش رایگان درس اول. التحیه و تعارف، سلام و احوال پرسی. المفردات یعنی واژگان یا کلمات. السلام علیکم و علیکم السلام. اشحالک، حالت چطور است؟ اشحالچ برای مؤنث، بخیر الحمدلله، خوبم خدا رو شکر. من وین انت، تو از کجا هستی؟ انت برای مذکر و انتی برای مؤنث. ساکن فی، زندگی میکنم در. انا ساکن فی اگر مؤنث باشه انا ساکنه. تشرفت بمعرفتک، از آشناییت خوشحال هستم. برای مؤنث تشرفت بمعرفتک. حوار نموذجی، گفتگوی نمونه. السلام علیکم و علیکم السلام. اشحالک، حالت چطور است؟ بخیر الحمدلله، خوبم خدا رو شکر. و انت، تو چطور؟ اشحالک، به جای اشحالک دوستان میتونیم بگیم اشلونک. اشلونک برای مؤنث اشلونچ. به جای بخیر میتونیم بگیم زین. زین یعنی خوبم، به صورت زین می نویسیم و زین میخونیم. انا زین، من خوبم. اگر مؤنث باشه میگه چی؟ انا زینه. و انت، تو چطور؟ تمام. تمام یعنی اوکی، یعنی خوبم. من وین انت، تو از کجا هستی؟ تو از کجا هستی؟ انا من الشارجه، من از شارجه هستم. و ساکن فی ابوظبی، اگر مؤنث باشه میگه انا من الشارجه و ساکنه فی ابوظبی، یعنی در ابوظبی زندگی میکنم. و انت، تو چطور؟ من دبی، من از دبی هستم. تشرفت بمعرفتک، از آشنایی شما خوشحالم. دوستان ممنون که تا پایان این ویدیو همراه ما بودید. با ما همراه باشید. درس‌های بعدی هم به زودی در کانال قرار داده میشه. متشکرم. خدا نگهدار شما.